سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، کسانی که منو میبینن و کسانی که برنامه ها رو دنبال میکنن. امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی در پناهندگی و در گذراندن روزگار نداشته باشید. قبل از اینکه این جریان برنامه‌مون رو ادامه بدیم که پناهندگی کیس 100% قبولیه، یه مسئله رو توضیح بدم که خیلی سوال میکنن و حائز اهمیت هست. اونم اینه که هر کس همین الان که ادبلتش باز میشه بیاد تو یک برنامه از تو ادبلت بزنه، یه متنی از تو ادبلتش بزنه، ببینه که اونجوری باز میشه یا نه، که متوجه بشه که واقعا ادبلتش بازه یا نه. چون ادبلت رمز ورودو که میزنی داخلش میرید، اون هیچ مشکل نداره، ولی بعضی ادبلتشون قطعه و خودشون خبر ندارن. مراجعه میکنن برای یه کاری، مثلا برمیگردن بهشون میگن شما ادبلتتون قطع. یه برنامه وقتی که میرید روی سرچ ادبلت بزنید اولوس لاراسی کروما، اولوس لاراسی کروما و اون آرم یابانجی شعبه رو بزنید روش، سرچ بکنید. باید عکستون بیاد و مشخصاتی که به قول یارو گفتن مشخصات خودتون، وضعیت پروندهتون. اون اگر باز بشه مشخصه که شما ادبلتتون بازه و کیملیکتون فعال. در غیر این صورت حتما به یابانجی شعبه مراجعه بکنید و علت این که چرا ادبلتم بسته شده رو جویا بشید، چون شما عملا ادبلتتون بسته است و هیچ کاری نمیتونید انجام بدید و خودتون هم خبر نداشتید. خب این از این خواستم این پاراگراف اول صحبتام اینو بگم که حتما این اقدامو بکنید، ببینید که ادبلتتون بازه یا نه. خب میرسیم به سری برنامه‌های کیس 100% قبولی. ببینید ما در رابطه با 100% قبولی زیاد صحبت کردیم و عناوین رو عنوان کردیم، موردها رو عنوان کردیم و یه عده هستن میگن آقا ما کیسمون واقعیه، مثلا ما کیسمون قویه فلانه، ولی ردی میگیریم یا ردی گرفتیم. خب اولا که ردی بگیرید باید حتما به وکیل مراجعه بکنید. یه متنی هست، یک برگه‌ای هست، ما باید مثلا وکلا باید پر بکنن براتون، بعد اونو میفرستن به یابانجی شعبه، ببخشید دادگاه یه برگه‌ای بهتون میده و اون برگه رو باید ببرید به یابانجی شعبه ارائه بدین تا بتونید بمونید در کشور و کیملیکتون فعال باشه و ادبلتتون فعال باشه. ولی بعضیا رو میان ادبلت رو غیر فعال میکنن، پس اون کیملیکتون اصلا ارزشی واقعی نداره، یعنی همینجوری کیملیک دستتونه ولی ارزشی نداره. اصلا توی راه یا پلیس اگر بگیره بزنه تو سیستم میبینه که ادبلتتون بسته است و اون کیملیکتون ارزش نداره. خب باید پس حتما این مشکلات رو برطرف بکنید و حتما به دادگاه مراجعه بکنید. امیدوارم البته ما توی گروهمون، توی کسانی که شنونده ما هستن و مطمئنم همینطوریه، هیچ ردی نداشته باشیم. فقط یه چیزایی هست بچه‌ها رعایت بکنید که واقعا وقتی پروندهتون مورد مصاحبه قرار میگیره، اگه مصاحبه‌گر ببینه یه سری موارد تو پروندهتون هست، اصلا شما هر چقدر که صحبت بکنید اون ردی ملاکشه، یعنی شما رو رد خواهد کرد، هیچ شما قبولتون نمیکنه. یکی مثلا کسانی که مثلا یه بار انصراف دادن دوباره مثلا برگشتن، یا کسانی که مثلا به صورت توریستی اومدن، به صورت اقامتی اومدن، بعد شروع کردن به گرفتن مثلا یعنی دوره پناهندگی رو طی کردن، اینا خب قبول نمیشن حالا هر چقدر کیسشون قوی باشه. یا اینکه کسانی که مشکل داشته باشن با هم دیگه، زن و شوهر، مثلا دو تا برادر، خواهر و برادر، یا در اتفاق خانواده، یا یک کسی که خودش تنهاست ازش شکایت شده باشه به صورت حقی یا نه ناحق، به صورتی که مثلا حق با طرف مقابل بوده و ایشون متهم بوده. اینا معمولا توی چیزها توی مصاحبه ردشون میکنن و زیاد پیگیر اون مصاحبهشون نیستن، یعنی زیاد چیز اون به اصطلاح کیسشون نیستن، اینا رو رد میکنن. پس اینجا ایراد از کیستون نیست، ایراد از عملکردتون و دوران زندگیتون در ترکیه بوده که این اتفاقات افتاده براتون. بنابراین خواهش میکنم یک کمی مراعات بکنید، یک کمی به قول یارو گفتن هوای خودتون داشته باشید که ازتون شکایتی نشه، یا اگر هم شکایت میشه حتما رسیدگی بکنید به پرونده، حالا یا با گرفتن وکیل یا هر چیزی رسیدگی بکنید و زودتر
قال قضیه رو بکنید که پروندهتون به قول یارو گفتنی از محکمه کنده بشه، از محکمه برداشته بشه و توی دولتتون نوشته باشن که مثلا رفع اثر شد، رفع مراجعه مرجوع شد، یه بالاخره اون کلمه مثبت بیاد توی دولتتون و پروندهتون. به هر صورت یه سری سوالم زیاد میکنن، اونم اینه که پرونده ما یون قبولی داریم سازمان. ببینید باید مشروط مرتجع شده باشید. شما زمانی قبولی دستتونه، زمانی مثلا سازمان مهاجرت شما رو قبول کرده و یا شما قبول هستید و اسمتون میره تو کشوری که مشروط مرتجع شده باشید. این چندین بار گفتم، خیلی دیگه داره این سوال میشه این موضوع. ببینید اصلا اینا چرا نه که مصاحبه یون قبول نداشته باشن، نه اینطوری نیست. مصاحبه های یونی که میره تو کمیسیون و مورد قبول قرار میگیره اینا قبولن، ولی مورد قبول قرار نمیگیره اینا قبول نیستن و باید دوباره توی سازمان مهاجرت مصاحبه بدن. پس قبولی یون صرفا به تنهایی مورد قبول نیست، فقط باید مشروط مرتجع شده باشید که بتونید بگیم آقا ما قبولی یون داریم و پروندهتون میره به کشوری. اونایی هم که گفتم انصراف دادن مطمئناً به مشکل میخورن. من اینجا یه چند تا مورد رو یادداشت کردم. راستی الان فصل قاچاق، رفتن خیلیا به خاطر گرم شدن هوا، خیلیا الان نیت میکنن که قاچاق برن به اروپا. برادر خواهر من نرید. چند وقت پیش شنیدم توی این جزیره یه چیزی هست به نام مارش، یه جزیره هست اونجا خیلی جسد پیدا کردن، یعنی خیلی ها مردن و همونجا خاکشون کردن رفتن یا جسد رو انداختن و رفتن. ببینید اتفاقات اینجوری میفته. از 10 نفری که میرن شاید حالا ما میگیم 5 تاشون سالم میرسن، 6 تا سالم، ولی 4 نفر دیگه چی؟ مخصوصا اونایی که خانواده دارن سعی کنن تا اونجا که در توانشون نرن. اگرم میخوان برن، ببینید اگر شما توان رفتن به صورت قانونی رو دارید به هر کشوری، اون کشور موظف شما رو به عنوان پناهنده قبول بکنه. یعنی فکر نکنید که حتما باید قاچاق برید. نه، اگر شما میتونید به صورت قانونی با هواپیما برید، مثلا هر کشوری که میخوایم بریم بتونید با ویزا برید، شما حق قانونیتونه که بتونید برسید توی فرودگاه اعلام پناهندگی بکنید. پس صرفا به این اکتفا نکنید که ما حتما باید با قاچاق بریم به هر کشوری که میخوایم بریم قاچاق بریم تا بتونه ما رو به عنوان پناهنده قبول کنه. نه، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا اونایی که از طریق هواپیما یا از طریق قانونی میرن کلاسشون بیشتره، یعنی بهتر به کارشون رسیدگی میشه. فقط توی اون فرودگاه که میرسیم باید کیس خودتون رو ارائه بدید، یعنی اعلام پناهندگی بکنید و کیس خودتون رو ارائه بدید. حالا توی ترکیه اینطوری نیست، شما نباید مثلا توی فرودگاه این کارو بکنید، نه، شما به صورت قانونی میاد بعد میرید کیس خودتون ارائه میدید. پس بنابراین فکر نکنید که فقط باید به صورت قاچاق وارد کشور بشید. یکی همین که ببینید سعی کنید قانونمند باشید توی کشور. هر اتفاقی، هر کوچکترین اتفاقی که بیفته براتون، یعنی کوچکترین خطایی که انجام بدید باعث ردیتونه توی پرونده. یعنی شما هر چقدر کیستون قوی باشه، هر چقدر درست صحبت بکنید و بتونید وکیلتون و آفیسرتون رو قانع بکنید، اون ذهنیت بد روتون هست، اون اتیکت روتون خورده و اون باعث میشه که شما مثلا نتونید از مرحله مصاحبه رد بشید و قبول بشید. پس بنابراین خواهش میکنم همه این نکات رو در نظر داشته باشید و بتونید مصاحبه خوبی داشته باشید با قبولی. ما همش در رابطه با قبولی صحبت میکنیم، اون نیستش که همه چیزها رو ما ارائه میدیم ولی برای چی رد شدیم؟ خب به خاطر اینکه خودمون قبلا یه جرم مرتکب شدیم که باعث ردیمون شده و این جرما شاید یه جرم خیلی ساده ای باشه، شاید خیلی پیش با افتاده باشه، اصلا ما خودمون هم خبر نداشته باشیم. مثلا یکی از بچه‌ها رد شده بود، بعد میگم مشکلی نداشتم با صاحبخونه‌ام درگیری داشته، اصلا به هیچ جا هم کشیده نشد. چرا کشیده شده؟ تو متوجه نشده بودی. کشیده شده، صاحبخونه ازش شکایت کرده، همه مدارکش هم رفته داده، یعنی سنداتش هم رفته بود، مستنداتش هم داده بود و ایشونو قبل از اینکه دادگاهی شروع بشه اصلا ردش کرده بودن تا بفهمن حق با اینه یا با این نیست. حالا اینا معایب دیگه به اصطلاح جایی هستش که داریم زندگی میکنیم. پس خواهشمندم اول خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم که واقعا مشکل نداشتیم،
بعد مثلا قضاوت بکنی بگی ما رو رد کردن. نه، احتمال داره به خاطر مسائل قبلی ردتون کرد. طرف سرکیسش رفته خارج، بعد میگه که من رفتم مصاحبه، اصلا با هم مصاحبه نکردم، من رد کردن. خب تو سرکیست که اومده روز اول اعلام کرده، الان فرار کرده رفته، تو خودت هم اعلام کردی که ایشون قاچاق رفته، بعد میخوای با تو مصاحبه بکنن. وقتی سرکیست رفته تو مصاحبه نداری دیگه. خود دیگه مثلا اعلام میکردیم، خودتون اعلام کردید که ما دیگه جنبه قانونی رو رعایت نکردیم، پس دیگه اینجا نمیشه توقع داشته باشیم که به کشوری راه پیدا بکنیم و پروندهمون بره به کشوری. خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم. امیدوارم که بیشتر از این در خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم سابسکرایب یادتون نره و ما رو هم دعا بکنید. خدا نگهدار.